سحرگاه ز بازیگاه طفلان کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید بگو بابا مهاجر چیست؟ سرشکی تازه چشمان فرزند مرا تر کرد و اندوه روانش را مکدر کرد و آنگاه گفت دانستم مهاجر آدم بی خانه را گویند، مهاجر آدم بی لانه را گویند. درود ба тамошобинони азизи сомонаи оила. тавре ки шумо аллакай огоҳӣ доред, дар доираи лоиҳаи ковид ва ҷамъият сомонаи оила як силсила маводҳоро аз рӯзгори гурезаҳо ё ба ибораи дигар гӯем паноҳандагон омода месозад. аланга задани оташи ҷанг дар бархе аз кишварҳои ҷаҳон, даргириҳои сиёсӣ ва дигар хатарҳои ҷонӣ теъдоде аз одамонро маҷбур месозанд ки тарки марзубуми аҷдодии худ, тарки ватан намуда рӯ ба кишварҳои нисбатан амну осоишта оваранд. дар тоҷикистони мо низ як теъдоди муайяни паноҳандагон ё муҳоҷирони иҷборӣ ё ба ибораи дигар гӯем гурезаҳо умр ба сар мебаранд. суҳбати имрӯзаи мо дар атрофи мушкилоти ана ҳамин тоифа аст. меҳмонони барномаро бароятон муаррифӣ мекунам. абдулмусаввир баҳодурӣ, раиси маҷмӯаи ориёно, намояндагии гурезаҳои афғон дар тоҷикистон. нигина палаева, намояндаи ташкилоти ҷамъиятӣ, кӯдакон, муҳоҷирон ва шаҳрвандони эҳтиёҷманд. ва ширинбек давлатшоев, роҳбари ташкилоти ҷамъиятӣ, инсон ва адолат. сароғоз ман ҳамаи шуморо ба барнома хайра мақдам мегӯям. мехостам ба як масъала равшанӣ андозед ки гурезаҳое ки дар тоҷикистон умр ба сар мебаранд бештар аз кадом кишварҳоанд? مهاجرینی که از افغانستان و تاجیکستان میان 80% از اینا کسانی هستند که از ولایت‌های شمال افغانستان، از 11 ولایت شمال و مرکز پایتخت افغانستان از کابل و تاجیکستان میان. تقریبا 80% از اینا مردمای ازبک تاجیک هستند. بیشتر. خب برای همچون گریزه اعتراف شدن وقتی که پناهنده به این یا اون کشور مثلا به تاجیکستان مراجعت میکند باید به کدام مقامات ها مراجعت نماید؟ ترتیب مشخص معین کرده است که وقتی که شهروند خارجی وارد حدود جمهوری تاجیکستان می شود پیش از همه وی باید یعنی در اساس قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها ساکن شوی مستقل است. یعنی در همون شهر و نوحه‌ای که اجازت استقامت کردن رو دارد میتواند یعنی از در همونجا یعنی با صاحب خانه شرطنامه اجاره میبندد و بعد از اون از یعنی جماعت باشد یا که مقامات خواجگی کمونالی منزل باشد، یعنی در اساس شرطنامه اجاره که با صاحب خانه دارد یعنی از همون مقامات مربوطه معلوماتنامه جای استقامت میگیرد. خب میشوند حالت‌هایی که توجیکستان یا کشور دیگر از قبول پناهنده و به او دادن مقام گریزه یعنی که رد نمایند؟ البته این مقصد ما نسبت حاضر دیگر دولت ها نمیگیم. چیزی که مثلا در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان شخص که با درخواست پیشنهاد میکند برای گرفتن مقام گریزه این معنای اون رو ندارد که او یعنی کاملا شخصی گریزه است. یعنی برای شخص گریزه اعتراف کردن در نزد وزارت کارهای داخلی کمیسیون مشترک دائم عمل کننده است. در ماده 6 قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها هیئت کمیسیون آورده شده است. نفری که علت آمدنشان به جمهوری تاجیکستان یعنی درخواست پیشنهاد کرده است تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است، یعنی همراه او اعضای عائله او سوال و جواب می شود و بعد از آن کمیسیون خلاصه می کند. اگر به همون طلب و جوابگوی باشد یعنی درخواست اون که پیشنهاد کردن با همون طلب و جوابگوی است و همون شخص در این مورد مقام گریزه داده می شود. عقیده رایج است که گریزه هایی که در تاجیکستان عمر به سر میبرند زندگی آرام و آسایشته دارند ولی خیلی سطح اقتصادی زندگیشان پست است، یعنی که تا حد قشاقانه زندگی میکنند. تا کدام اندازه این گفته ها به حقیقت نزدیکند؟ نظر به آرام بودنشان نسبت به همسایه‌ای که مهاجرینی که در همسایه افغانستان است نسبت به پاکستان و ایران، هم از طریق دولت تاجیکستان هم از طریق ملت تاجیکستان، ملت تاجیک خیلی آرام هستند. واقعیت این آرام هستند
خب نسبتا شهر پاک، آسوده، آزاده زندگی میکنن. یگانه چیزی که ما در تاجیکستان، ما خودم شخصا خودم که من حیث یک مهاجر دیدیم در طول مدت هایی که زندگی کردیم، چیزی اساسی ستون فقرات یک جامعه را صحت و تعلیم و تربیه ازی به نظر میگیره که در این دو سطح اصلا در تاجیکستان، دولت تاجیکستان هیچ تبعیض وجود نداره، هیچ اصلا. کی مهاجر است، این مثال غیر مهاجر است، این شهروند تاجیکستان، اصلا تبعیض وجود نداره. با مو خاطر یک شهروند تاجیک هم میتونه که یک جایی میره، اگر یک خونش هم میسپاره، همون 20 سومانی اگر بده، همون یک شهروند افغان مهاجر هم میره میده. این سهولت است. یک زندگی قشاقخانه نه، اکثریت برعکس نسبت به دیگر مهاجرینه که ما داریم. مثال مهاجرین از عراق است، مثال ایران است، مثال سومالیا است، نسبت به افغانا خوبتر و بهتر هستن. کسانی که ما فعلا در شهر وحدت زندگی میکنن ممکن 50% از این کسانی باشن که کمک خارجی دارن. کمک خارجی دارن، از خارج کسانی هستن که مثال کمک خارجی دارن، زندگیشون بهتر، زندگی خوبتر زندگی میکنن. خب ما داریم کسانی هست که مثال شهروندانی داریم که قشاق زندگی میکنن، هست نگفته نمیتونیم، اما نسبت به دیگه مملکت هایی که ما در همسایگی افغانستان هستن، زندگی بهتر و خوبتر در تاجیکستان دارن. ایده از گریزه ها میگویند مشکلات اساسی ما در تاجیکستان پیدا کردن جای کار است، زیرا کارفرمایان از به کار گرفتن گریزه ها میترسند. میخواستم به همین مسئله روشنی اندازید، واقعا همین گونه است؟ خب یک چی هست، این گپ هست، سطح بلند هم نداره، لیکن در طول یک سال که پاندمی بود کمتر شد، مهاجرین زیاد آمدن در تاجیکستان و این گپ بود. اما افغانا معاش کم قبول ندارن، قناعت ندارن، چون در افغانستان کار کردیم، در تمام دفتر دولتی یا غیر دولتی و شخصی کار کردیم، $500 $400 تا $1000 معاششون بوده. شما یک در مثال چی گفتم؟ تشکر. مزد ماهانه که در تاجیکستان هست خانه کردن نمیتواند برای چی؟ برای که و یا اجاره پولی میدهند، اجاره پولیشان هسته، برای همین اجاره پولی شهر دور زندگی میکنه. همین راه گیرو هم یکی از ویای اساسی هست، سبب های اساسی هست که همین اولیک و همین معاش و یا را قناعتمند کردن نمیتوانند. لیکن خیلی فکر میکنم که نفرانی که ضروریت دارن همین مزد ماهانه قطعی هم کار میکنند، میبیایند، میروند و در رفتی کار کردن همه وقت ما میفهمونیم در صحبتامون که کدامی که نو کار ما میبراید 700-800 سومانی اولیک میتین، با دوامش از خودشان وابستگی دارد. همه وقت میفهمونیم نه که ما حاضر خوشبختانه نفرانی داریم که الکی سالهای سال کار میکنند و الکی و تا 1500 معاش میگیرن و از زندگیشون راضی هستند. آریانا هم کمک میکنه در پیدا کردن جای کار به گریزه ها؟ بله البته کاریم با پای نگینه پیشتر یادآور شدن. ما همکاری داریم، کسانی که پیشمون میان ما مثال معرفی میکنیم به اینا دیگه. و غیر از اون ما کسانی هستن که نمیخوان که مثلا ما یا الکتریکی را یا که مثال نجاری و این استاکی را بخونن. مثال میگم مردی کار میخوایم که مردی کار علاقمندی نداره که 2 ماه بیکار باشم یا که مشکلات اقتصادیش زمینگیرش کرده میخوایم. باز ما را با ساختمانچیای افغان که هستن اینجا ساختمان دارن، شرکت دارن، با اینا صحبت کردیم، با اینا مثال برشان گفتیم، باز اونا برای ما زنگ میزنن که مثال 5 نفر ما برقی کار دارم، استای برق کار دارم، یا که مثال کشتمان یا دیگه باز ما معرفی میکنیم. مثلا اگرچه در این سال 2020 ما تقریبا ما هر سال کم بیش از 100 نفر ما معرفی میکردیم. همین سال 2020 ما تقریبا 26 نفر فقط معرفی کردیم. تمام خب پاندمی بود، بسیار کارخانه‌ها یک مدت کار نکردن. اما این سال پسای مای سوم امروز که مای سوم سال 2021 هستم، ما تا بالا 28 نفر در طول 2 ماه 28 نفر معرفی کردیم به ساختمانچی که در افغان هست. گریزه هایی که در تاجیکستان زندگی میکنند در دوره پاندمی چند نفر با کووید 19 گرفتار شدند و رجای تبابتشان چگونه بود؟
پاندمی با معلومات ما زیاده از 100 نفر و این یعنی که اون نفرانی را که ما علاقه میدونیم در تشکیلاتمون علاقه میدونیم که 100 نفر بودن تبابت گرفتند و ریجهشون بسیارشون اگر کمتر وزمینتر می شدند در یعنی که در بیمارخانه هایی که از روی جای سخامتشان از بیماری تبابت یافتند به طور رایگان تبابت گرفتند. اصلا مناسبت مردم محلی با گریزه ها با پناهندگان چگونه است؟ یگان نوع تبعیض وجود دارد؟ اصلا تبعیض وجود نداره. اصلا خیلی ارتباطش برخورد خیلی نزدیک دارن. در زمان پاندمی تقریبا 17-18 نفر گذشت فوت دیدن در شهر وحدت، یک در شهر دوشنبه. شما باور کنین که همسایه افغانش در یک بلاک تقریبا ممکن 12 نفر فامیل افغان زندگی میکرد. یک افغان گذشت دیگه افغان ها خبر نداشتن. اما محله که تاجیک نشین هستن، تاجیک ها بودن، تاجیک های همون محل شما باور کنین که کسی نبود، افغان نبود که افغان خدا برداره. ما خودم شدید خدا میگم که چندین مراتب رفتیم از شفاخانه کبرک باشی. مسئولیت همین گپایی بسا پاندمی شفاخانه کبرک باشی بود که از شهر وحدت تقریبا 6 کیلومتر پایین تر است. آوردن در خانه، افغانا هم در خانه خواب قرنطین. تاجیکا سوم جمع کردن، پول جمع کردن برای گورو چوبش، برای شیش آوردن در تیپه راحتی دفن کردن. یا گریزه هایی که در تاجیکستان عمر به سر میبرند با کدام مشکلات ها بیشتر روبرو گشتند و از جانب کدام تشکیلات دستگیری کرده شدند؟ خب تشکیلاتی که دستگیری شد، ما در طول مدتی که هستیم اولین مراتبه بود که همین سازمان ملل یا یونیسیار عموما مهاجرین کمک کرد. اگر کم هم بود میگه کم نبین و کم بتی کم نبین. اگر کم هم بود خیلی واقعا خرسندن. تقریبا 1342 فامیل در عموم ما مهاجرین کمک کردیم. از برنج و روغن و آرد و مایات دستشویی و صابون و ضد عفونی شدن دستوی گپا همش کمک کردیم. دستگیری شدن دیگه. خیلی تجارای افغان بود که با واقعیت خودم پیشنهاد کردم برشان. ماه شریف رمضان بود، در اوج کرونا بود دیگه، اوج اول کرونا بود، خیلی شدید بود. چندین مراتبه مبالغه نش از سازمان ملل بر ما گفتن که آقای بهادری ممکن وقت پاندمی است و مثال اگر که به کرونا دچار شوی ممکن کسی علاجش نکنه، ولی که من مجبور بودم به خاطر از اینکه جلب کرده بودم تجارا را مواد خوراکی دادم. تقریبا 271 عائله را خودمون کمک کردیم با تجارایی که زکاتشون میدادن. گریزه هایی که در تاجیکستان عمر به سر میبرند ضمن بر رسمیت در آوردن یا نمون حجت ها تا گرفتن مثلا مقام گریزه بیشتر به کدام مشکلی ها روبرو بشوند؟ مشکلاتشون خب مشکلات سراپا و گریزه خواهی نخواهی مشکلات دارن. از وطن که برآمدن مشکلات خیلی دارن. مشکلات اقتصادی دارن. خب مشکلات خانه بیشتر است به خاطر از اینکه مثال خانه یک جا خانه میگیرن، مثال 2 ماه 3 ماه یک خانه می باشه و خانه یا که خوششان نمیاد یا که مثال به حساب قیمتش قیمت می باشه. فعلا یک تعداد خانه هستن که 1 سال پیشکی میگیرن. 1 سال پیشکی میگیرن، چون 6 ماه 1 سال پیشکی میگیرن. مثالش اگر 1 سال دفعتاً گرفت پیشکی داد، سال دیگه نمی داشته باشه اون پول. نه که آمده پول داره، زندگیش خوبتر و بهتر است. چون کار نیست، شرایط کار که نیست، باز نمیتونن، مجبور است که دیگه خانه بگیره. وقتی دیگه خانه پیدا میکنه قیمت میباشه، جای کار نداره، مشکلات اقتصادی دامنگیرشون هست. به این مشکلات خانه میگم. شیرین بیگ، تشکیلات جمعیتی انسان و عدالت در حل کدام مسئله ها به گریزه ها و پناهندگان یاری میرسونند مشخصه؟ تشکیلات جمعیتی انسان و عدالت یک تشکیلات نو تاسیس است. از سال 2018 ما تشکیلات تاسیس یافته بود و تا کنون فعالیت دارد. سمت اساسی فعالیت ما در اساس آیین‌نامه تشکیلات این رساندن یاری حقوقی، یعنی ما فقط در سمت حقوقی سر و کار داریم و امروز لایحه‌ای که از طرف ریاست کمیسر سازمان ملل متحد به گریزه ها ما عملی می‌نماییم، این لایحه یعنی یاری رساندن یاری حقوقی به شخصان پناه جوینده و گریزه. یعنی ما چیکار میکنیم؟ تشکیلات ما
شخص‌های پناهنده که نو وارد جمهوری تاجیکستان میشن و میخواهند در جمهوری تاجیکستان همچون پناهنده یعنی موقتا استقامت کنند، ما در پیش از همه مشورت یعنی فهماندن ترتیب مراجعت کردن و سببی که مشکلات یعنی ترتیب دادن درخواست دارن یعنی با حروفات کریلی ما مساعدت میکنیم برای یعنی ترتیب دادن درخواست برای مراجعت کردن به کمیسیون نزد وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان. بعد از آن ما یعنی مشورت‌های حقوقی میتیم و با خود شخصان پناهجوینده و گریزه ها سمینارهای آموزشی در مورد مثلا قاعده‌های بود و باش در جمهوری تاجیکستان درباره حقوق و عهده‌داری آنها، درباره مثلا قاعده‌های شهرنشینی، ترتیب مراجعت به این اون مقامات. در برابر این مود یکی از دیگر سمت‌های فعالیت ما یعنی نمایندگی از نام شخص گریزه یا پناهجوینده در مقامات دولتی در حالت‌های ضروری اگر مثلا در یک مقام دولتی اگر ضرورت شد ما میتونیم همچون ادوکات جلب نماییم یا که اگر نسبت قرار کمیسیون شخص اگر روزه نباشد ما میبینیم اگر با همون طلباتی که طلبات بین المللی است اگر همون جوابگوی باشد ما در این مورد میتونیم ادوکات جدا میکنیم برای شکایت کردن در محکمه سعودی یا که اگر حقوقشون از طرف یا کارفرما یا که یک شخص دیگر پایمال شد در این مورد ما دستگیری میکنیم و در برابر این ما دیگر سمت‌های فعالیت داریم و تکمیل قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در این سمت ما در همجایگی امروز ما در یک جایگی با مرکز ملی قانونگذاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان علیه تفصیل قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها را آماده نمودیم و ماه آینده خدا خواهد به نشر میرسد. یعنی مقصد از آماده نمودن تفصیل قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها به اون است که یعنی معیار قانون از طرف همه مقامات باید یک حل در عمل تطبیق شود. یعنی درست تطبیق شدن معیار همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها ما با همین خاطر تفسیر آماده کردیم و اون به طور رایگان و تمام مقامات و اداره هایی که در سمت گریزه ها کار و فعالیت میکنند علیه تفسیر قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها را آماده نمودیم و ماه آینده خدا خواهد به نشر میرسد. یعنی مقصد از آماده نمودن تفسیر قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها به اون است که یعنی معیار قانون از طرف همه مقامات باید یک حل در عمل تطبیق شود. یعنی درست تطبیق شدن معیار همین قانون جمهوری تاجیکستان در باره گریزه ها ما با همین خاطر تفسیر آماده کردیم و اون به طور رایگان و تمام مقامات و اداره هایی که در سمت گریزه ها کار و فعالیت میکنن رایگان تقسیم کرده می شود و بعد از اون در سمت همکاری با مقامات دولتی داریم، مثلا با برگزار نمودن سمینارهای آموزشی با مقامات داخلی دور با سمینارهای آموزشی میگذرانیم و یعنی در حالتهای ضروری میتوانیم با دلخواه مسئله که شخص گریزه یا پناهجوینده میخواد مشورت گرفتن یا که میخواد مراجعت کردن به یگان مقامات داخلی دور در تهیه نمودن همون عریضه یا که مشورت دادن ما مساعدت مینماییم. خب مجموعه اوریانو در حیات پناهندگان خصوصا پناهندگان افغان چی نقش دارد؟ در کدام حالت‌ها شما میتونید به اونها کمک رسونید؟ خب این خود مجموعه آریانا سابق به نام پیش از سال 2010 به نام کمیته مهاجرین بود. سال 97 ایجاد شد تا سال 2010 مربوط به در بخش وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان فعالیت داشت. بعد از سال 2010 26 اپریل 2010 به نام مجموعه آریانا داخل ناخنک نمایندگی مهاجرین افغان نزد جمهوری تاجیکستان جمهوری تاجیکستان به این کار فعالیت آغاز کرد که نه در بخش مربوط به یونیسیار شد که یونیسیار کمک رسانی میکنه برای جو و گپاشه دیگه. ما یک دفتر پالیسی ساز هستیم. پالیسی ساز به معنی از این که چی مشکلات و گپایی که سخنی که خود مهاجرین داشته باشه به ما مراجعه میکنن. ما یک دستباز ما نسبت به دیگر تشکیلات هایی است که یک پل مشترک هستیم بین مهاجرین و دولت تاجیکستان و یک پل مشترک بین مهاجرین و سازمان ملل یونیسیار و یک پل مشترک بین مهاجرین و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان. به این منظور که یگان محفل و یگان گپایی که بی باشه در سفارت به
خود اجازت نمیده و یا که نمیتونه که مهاجرین آگاه بسازه، خبر بسازه. یگان محفل می باشه، یگان مجالس می باشه، کسی میآید از طریق ما نماینده داریم در هر شهر نواحی جایی که مهاجرین هستن، نماینده داریم. از طریق نماینده ما مثال آگاه میسازیم که 50 نفر 60 نفر 100 نفر بیان. دوم دیگه مثال با دولت تاجیکستان داریم که اکثریت وقت که ما به قیدگیری میشه در خدمات مهاجرت، مهاجرین ما 20 فامیل از طریق ما میاین، ما 20 فامیل روان میکنیم، به قیدگیری میکنن در خدمات مهاجرت. اگر اونا خودشون برن، مثال 20 فامیل زیادتر ممکن برن، هر فامیل پیشکی 20 فامیل دوسیاش دیلش کشیده میشه که این 20 فامیل ما امروز به قیدگیری میکنیم. دیگه در غیر از اون بسیاری گپای دیگه که شخصی ما داریم که با این کمک رسانی داریم با مهاجرین، بسیاری گپایشون مثال که پیش ما عرض شکایتشون حل میسازیم، مشکلات خانوادگی دارن، مشکلات خانوادگیشون اصلاح میسازیم. بسیاری گپا و کاری است که ما نمیخواهیم که با یک دو فامیل بین خود یک منازعه دارن، بین منازعه پولی دارن، نمیخواهیم که نمی بعد دفاتر جمهوری تاجیکستان مثال مراجعه کنن. اینا میخواهیم که خود ما دفتر مهمی را صلح و صلاح در بینشون بریم حل کنیم. خب تشکیلات جمعیتی کودکان، مهاجران و شهروندان احتیاجمند مشخصا شرح میدادید که در کدام سمت ها شما با مردم گریزه کار میکنید، چی کمک ها میرسونید؟ تشکیلات ما در 3 سمت کار میکند. این یعنی که در سمت معارف کار میکند، در سمت تیب کار میکند و در سمت یعنی که خود تامین کنی، کمک کردن برای دریافت جای کار. همین 3 برنامه که ما کار میکنیم با در نقشه کاری خودشان یعنی و یا گروه ها به تقسیم میشد و در سمت مکتب ها دانشکده های عالی این آموزش داخل میشد. سمت طب یعنی کمکی برای نفقه داده می شود و کمکی 1% باشد تا 35% ما دستگیری میکنیم. کسا بیماری هایی که یعنی که برای سلامتی آدم ضرر آور هستند و او را دستگیری میکنیم. و سمت دیگر یعنی سمت اینم یکی از سمت های اساسی هست که برای دریافت کار تیار میکنیم نفرانه. همین 3 سمت کار میکنه تشکیلات ما. خب مسئولیت شما با افراد پناهنده که اول جایی که رفتن آداب مراعات کنن، دوم از قانون و مقررات جمهوری تاجیکستان سرپیشی نکنن، آداب شهرنشینی را رعایت کنن، با مردم رویه نیک داشته باشن. بسیاری نفرانی که چخیلی که ما گفتیم این یک پول هست برای رفتن به دولت سیوم و در وقتی صحبت هایی که میکنیم، در وقتی که ما صحبت میکنیم میپرسیم، بسیارشان آینده خود رو در تاجیکستان نمیبینند. فکر میکنن که همه وقت میگن که ما باید یک دولت دیگر بیم. برای همین میخواهم گفتنی که بسیار ما هم میخواستیم که هم خیلی برنامه و بسیار باشد و چی مقصد و مراده که گریزه ها داشته باشند بگذار که رسند به همون مقصدشان. با کمک ما هم باشد، ما هم کمک میکنیم، ما هم بسیار خرسند میشدیم. لیکن تا آن دوره که در تاجیکستان هستند و در دولت تاجیکستان زندگی میکنند باید که از قاعده و قانون رفتار و باید که از اقلا کمی هم باشد همون هنری که می آموزند همین جبه همون هنر در کدام دولتی که دنیا باشی همون هنر در کار است، همون هنر به کار می رود، یا که همون زبان آموزی چیزی که هست به کار می رود. هر شخصی که نو است از اونی که وی گریزه است، از بوی خارجی است، شهروند خارجی است و از روزی که قدم به جمهوری تاجیکستان نهادند باید طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان حتما رعایت کرده شود. و دویم چیزی که می‌خواستم با همه شخصان پناهجوینده و گریزه و رسانه، این در هر یک اقدامی که میگیرن میخوان یگان کار کردن یا که یک اقدام گرفتن یک مشورت گرفتن، برای که هر یک قدم باید در دایره قانون باشد و از وکالت قانون نبرن. و وقتی که مثال مچحری که ما در صحبت پیش هم قید کردیم، بعضی کارهایی که شاید مثلا در افغانستان کنند ضرورت با رسمیت در آوردن نباشد. مثلا وای ممکن در افغانستان در
با فروشنده باشد و در یک جایی مثلا در کوچه میزم ماند با فروش یگون محصولات خوراکباری یا که دیگر چه مشغول شود، شاید برای وی در افغانستان با اجازت گرفتن پتنت و یعنی شهادتنامه یا که به رسمیت در آوردن حجت‌های ضرورت نباشد. وقتی که شخص وارد جمهوری تاجیکستان می شود وی عهدهدار است که چی طلبات قانون هست رعایت کنند. برای من یک بار دیگر با سهم همین مهاجران گریزگان میرسونیم که پیش از یک کار کردن یا یک اقدام گرفتن ما تلفن‌های گرچنده که شخصان نو میبیان وارد تشکیلات دفتر ما میشن، ما تلفن‌ها میتیم که برای در تماس شدن اقلا دفتر ما اومدن نتونن با ما در تماس شده توانند که یک مشورت گیرن که فردا نسبتشون یگان چاره معمولی اندیشیده نشود. باقی و همه تماشابینان عزیز خانه آبادی، تنی صحت و خوشبختی ها را خواهانم.